بریم کولر آبی رو 2 پمپش کنیم. میگن اگه 2 پمپش کنیم خیلی بیشتر آب میریزه و خونه رو یخ میکنه. بریم ببینیم راست میگن یا نه. قبل از همه میزان آبدهیشو چک کنیم. 3 تا مشما به هر 3 تا نازل ببندیم. آب داره میاد توی نایلونا. 59 60. خب اینو از این. همه چیز دوستان باید اندازه‌گیری بشه. این که فقط چشم میگه اوه خوب شد، این اصلا به نظرم قابل قبول نیست. مشاعر آدم تو همه موارد، حتی عشق، زندگی، همه چیز میتونه گول بخوره. اونا رو نمیشه اندازه گرفت، اینا رو که میشه اندازه گرفت. تک پمپ مثلا شیلنگ عادی. ببینیم من فکر میکنم این شیلنگ رو میبینین از اینجا اومده کلی این پمپو خفه میکنه. بیایم یه کاری کنیم. اینو یه شیلنگ کلوف بذاریم تا این سراحی اینجا. حالا بگذاریم که خود این هم نگاه کنین اینجاها توش اصلا فکر کنم رسوب داره. من اونا رو دست بهش نمیذارم. میخوام شرایط یکسان بشه، فقط یه پارامتر رو دستش بزنم. بیا نترس تو همه رو میترسونی. آیه یا کریم بیا اینجا آب بخور. اونجا آب ریختم برات، برو بخور. اینو از اینجا سوا کنیم. همین یه تیکه شیلنگو میخوام حذفش کنم ببینم چقدر اثر میذاره. یه خرطومی لباسشویی بهش وصل کردم. اینم میاریم به اینجا متصلش میکنیم. میذارم هر وقت اولین ریزش آبو دیدم دکمه رو میزنم، چون اون شیلنگ پر شدنش طول میکشه. تموم شد. هیچ فرقی نکرد. نگاه کنید این خط مجدد رو بکشم. یه دونه از اینا اینجا بزنیم، شیلنگ کلوفتر ببریم تا بالا به جای اون شیلنگای باریک قبلی. تازه شیلنگای قبلی احتمالاً که توش کمی رسوب هم داره. تازه من به عدالت این چند راهی هم شک دارم. این به نظرم معقول تره. کاملا همه اینا توی یه شرایطن و اگه طول شیلنگا برابر باشه میشه گفت که ایشون آبو کاملا عادلانه تقسیم میکنه. ولی این خب این یکیش خیلی نزدیک‌تره، این دورتره. نمیدونم مثلا این بزنش حسین جان ببین چه جوری میشه. هوای اولیش بیاد بره. ارتفاع پاشیدن آبم ملاک نیستم، چون اگه یکیش تنگ‌تر باشه بیشتر میپاشه. شما نظرتون در این رابطه هم بگین و با این مقایسهش کنید. آسمون رو ببین چه خوشگل شده. تا جایی که راه میده اینو میکشم میارم بالا که طول شیلنگ کلوفترش بیشتر ازش استفاده بشه. البته دوستان ناگفته نمونه، حواسم هستش که این حالت آکاردئون بودن خیلی هم چیز جذابی نیستش و میتونه جلوی سرعت آبو بگیره. قطر شیلنگای جدید رو با قدیمی ها مقایسه کنین. حتی سریاش هم عوض کردم، چون من که میخوام 2 پمپش کنم گفتم اینم فعلا بزنم. حالا بریم آبدهی پمپ با این وضعیت با لوله کشی جدید باز مقایسه کنیم. لوله کلوفت تا اینجا، 3 تا شیلنگ گردن کلوفت هم تا این بالا. بیا 49 50 بیا کشیدمش. بیشتر شده؟ نمیدونم خیلی آخه یکیش تا نصف آورده. به نظرم بیشتر شد. اگر من اشتباهتم همیشه اشتباه کن. بیا 2 تا دونهش بیا نگاه کنید چقدر تاثیر داره. تازه تا اینجا یعنی آورده. قشنگ ما تونستیم 1/3 اضافهش کنیم. خیلی خوبه. تک پمپ شیلنگ های قطور. ممکنه که شما بهم بگین که بابا ما خرطومی لباسشویی از کجا پیدا کنیم؟ اون تیکه پایینش هم از اینا میزنم. میخوام یه چیزی باشه که عملی و در دسترس شما باشه دیگه. نمیخوام اذیتتون کنم که. این یه تیکش هم عوض میکنم. همینو میذارم دوباره آبدهیشو چک میکنیم با هم. بگو بهم 56 چند؟ 8 9 1. بیا خب داریم به مسئله عجیبی میرسیم دوستان. قشنگ 2 برابر این. متوجه شدین چی شد؟ درسته که این شیلنگ خیلی قطورتر از اینه، ولی این حالت آکاردئونیش خیلی مزاحم بود. دیدین الان چقدر خوب شد؟ برای خودم تجربه قشنگی شد. تک پمپ بدون اون خرطومی مسخره. منو باش. خرطومی خودش به خاطر کرکره‌ای بودنش چقدر مزاحمت ایجاد میکرد. خوب شد تستش کردیم. دوستان بخواید با این مقایسه کنین تقریبا داره 2 برابر میشه. میبینین؟ البته این تازه شکم هم داده. ببینین اینجوری فشارش که بدم چون بالاش جون نداره دیگه. هی سطح مقطعش فکر کنم بازتر میشه. ببین من فشارش میدم میاد پایین. مکعبی بمونه این خط حتی یه هوا میاد بالاتر و شما میتونین بگین که اگه ما فقط شیلنگا رو قطورتر بذاریم، این نازلا ایشون اینا رو توشو چک کنین که پلیسه نباشه، آبدهی خیلی خیلی میره بالا. نیازم نیست که حتما 2 پمپش کنیم، ولی باز 2 پمپش میکنم چون تو ذهنم تو سرم افتاده و میخوام نتیجه رو بهتون بگم. اینم چون دیگه جای نصب خاصی نداره.
خب اینجوری شد. 2 تا پمپ از هر ورم داره آب میریزه. اینو به هوای موتور آوردم، مثلا یه سر جاش زدم، اینجاها نزدم. دوستان چند تا نکته ایمنی. اولا آب نریزه روی موتورتون بسوزه بگین عنایتی گفت. بعدم اگر کولرتون بدجایی اصلا با شوخی نکن. یعنی اصلا اگر اهل فن نیستین، دست به آچار نیستین، نرین خدایی نکرده چیزتون بشه. این دستگاه کاملا مسخره‌ایه ولی جون خیلی‌ها رو گرفته. یعنی بی احتیاطی نکنین. آخرین باری که من برای مردم همچین کاری انجام دادم نزدیک بود از بالکن یه 4 طبقه بیفتم پایین. بعد دیدم به درد من نمیخوره، بهتره که کلا اینو از اون هیته کاریم حذفش کنم. میگم اسباب بازیه ولی میتونه خطرناک باشه. یه کاری هم بعضی انجام میدن اینه که اینجوری جدا جدا شیلنگ نمیکشن. به نظر من اینجوری بهتره، کاملا مسیرها مستقل باشه. بعضیا چیکار میکنن؟ همین 3 تا شیلنگو میذارن، فکر کن اینا نیست. این شیلنگ پمپ دومم میارن به اینجا وصلش میکنن. ولی من تجربه خوشی از این کار ندارم. به نظرم جواب نمیده اگر 2 تا پمپو بیاریم به یه جا وصل کنیم. مسیر مستقل باشه بهترین حالت ممکن هستش. دیگه دوستان نایلون نمیبندم. 2 تا پمپ تو بهترین و راحت ترین حالتشه 2 برابر این آب میرسونه به نسبت حالت اولیه. یعنی ما 4 برابر آب بیشتری داریم میریزیم روی این پوشال. دستم گرفت اونزی. دیگه از این بهتر که نمیشه که. بریم ببینیم واقعا جواب میده یا نه. کل ناودون دیگه تا خرخره میتونه پر بشه بیاد بالا. ببینید نه. یه ریشا رو بگیریم. چرا؟ چون آبو داشت میریخت روی پمپ ها. روی پمپ هم یه نایلون گذاشتم که آب مستقیم نریزه بره توش. اول از همه لایک، کامنت، یه قلبی چیزی بذارین که اینستاگرام بدونه که ما زحمت کشیدیم. کار ما اینجا تموم شد. یه سایبون این شکلی همیشه داشتیم، یه فیلتر هوا هم داشتیم. تنها کاری که روی این کولر انجام شد آبرسانیشو 4 برابر کردیم. چند روز حوصله کنین و میام بهتون اطلاع میدم که بهتر شد یا مثلا خیلی هم تأثیری نداشت. کما اینکه میتونین فقط همون شیلنگا رو عوض کنین و اوضاعشو بهتر کنین. یه نکته هم بهتون بگم، دمای محیط و رطوبت محیط هم موثره ها. یعنی اینجوری نیست فکر کنین که همه جا همچین کاری ممکنه جواب بده. نظرتون رو بگین چه کار دیگه‌ای میتونستم انجام بدم و چند روز دیگه میام و نتیجه رو براتون میذارم. سالم و تندرست باشید.